یکی از عجیبترین و بحث برانگیزترین سنت‌های مردم اتیوپیه. شاید برای شما هم سوال باشه که چرا این رسم تا این حد خاصه؟ جوابش ساده اما جالبه. توی بعضی از قبایل اتیوپی این دیسک سفالی یا چوبی روی پایین لب نماد زیبایی، باروری و قدرت درونی زن هاست و جالبتر این که هرچی این دیسک بزرگتر باشه دختر زیباتر محسوب میشه. توی این قبیله وقتی که یه دختر به حدود 10 سالگی میرسه روی لب پایینش برش ایجاد میکنن و یه دیسک کوچیک رو داخلش قرار میدن. کم کم زخم جوش میخوره و دیسک ها یکی یکی بزرگتر میشن. قدیما حتی میگفتن بدون این دیسک زیباترین دخترها هم نمیتونستن ازدواج کنن. این دیسک ها که بهش سینی های لب میگن طرحهای مختلفی دارن و دخترها خودشون تزیینش میکنن. اما حقیقت اینه که این رسم قدیمی هر روز داره کمرنگتر میشه و دخترای جوون کمتری سمتش میرن. حالا شما بگید آیا تغییر در ظاهر طبیعی چهره باعث زیبایی میشه؟ اگه به فرهنگ‌های عجیب و جالب دنیا علاقه‌مندی خوشحال میشم. با راست فکت همراه بشید.